سخنانی هستند که زود سری زبان ها می افتند و هم به یک بخشی زندگی جامعه تبدیل می یابند. رادیو آزادی 5 اقتباس سال را گردآوری کرد که در جامعه واکنش های زیاده در پی داشتند و حال و هوای سال 2020 را بازگو می کنند. یکی از چنین اقتباس ها از بهار سال مانده است. ماه مارس و اپریل سال 2020 در حالی که دو همسایه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان آمار سرایت شهروندان با کرونا ویروس را هر روز نشر و چاره‌های سخت بهداشتی را جاری می‌کردند، مقامات تاجیکستان اصرار می‌ورزیدند که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. مرگ و میری مرموز آدمان از التهاب شش می افزود و روز 2 اپریل گالینا پیرفیلوا آن زمان رهبر دفتر سازمان جهانی تندرستی توسط تلویزیون دولتی اعلان کرد که نتیجه های تشخیصی در تاجیکستان انجام شده در مسکو و لندن دوباره آزمایش شدند و در کشور مورد گرفتاری با کرونا ویروس آشکار نشده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی پیرفیلوا را به دروغ راستکنی ایبدار کردند، چون در آن شب و روز مرگ و میر آدمان که علتش التهاب شش گفته میشد در حال افزایش بود. تاجیکستان تنها 30 اپریل اولین حالت گرفتاری شهروندانش با کرونا ویروس را اقرار کرد. کارشناسان در تاجیکستان گفتند اظهارات پیرفیلوا مردم و مقامات را فارغ‌بال کرد که باعث بیشتر گسترش یافتن کرونا ویروس شد. ندانمکاری مقامات تندرستی و یک بار اوج گرفتن همگیری کرونا ویروس در تاجیکستان باعث از کرسی وزیر تندرستی محروم شدنی نسیم عالمزاده گشت. کرسی او به جمال الدین عبدالله زاده رسید. عبدالله زاده در نخستین نشست خبری خود روز 24 ایول ادعا کرد که یگان حالت فوت طبیبان در روند طبابت مردم از کووید 19 ثبت نشده است. و حالت‌هایی که فوت طبیب وابستگی داشت باشد در روند در وقت توبت با بیماران در همه شعبه‌هایی که بیماران بیشتری بودند طبیبان فعالیت می‌کردند، امروز هم خیلی طبیب در وظایف تندرستی به قید گرفته شدگی نیست. سخنی وزیر تازه تعیین در حال صدا داد که رسانه‌ها هر روز از مرگ این یا آن طبیب از بیماری کووید 19 می‌نوشتند و این بود که بسیاری ها را تکان داد. اظهارات دیگری که امسال واکنش‌های زیاد داشت به بهرام عنایت‌زاده، شهردار سابق و اینک محکوم شده شهر کولاب تعلق دارد. عنایت‌زاده روز 20 نوامبر در تالار دادگاه پس از محکوم شدن به 12 سال زندان از نبودن عدالت سودی در کشور شکوه کرد. 12 سال ناسزا او برای کاری دولت انجام دادن، انشاءات‌های دولت بنیاد کردن، کولاب بنیاد کردن 12 سال میتیم. خانه ما اگر میکردم مایلش بود، پول از آن خود میکردم مایلش بود. نیست عدالت سودی در تاجیکستان نیست. عنایت‌زاده با سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، گرفتن پاره از آن خود کردن مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین گناهکار دانسته شد. او در گذشته در منصب رئیس شهر استراوشن و وکیل مجلس ملی کار کرده است. این اظهارات او نیز واکنش‌های زیاده را در پی داشت. در شبکه‌های اجتماعی برخی از کاربران نوشتند که چرا وقت عنایت‌زاده در این منصب بود چنین گپی نمیگفت. در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر که دولت و سازمان‌های غربی آن را پر رقابت اعتراف نکردند، امام علی رحمان پیروز اعلان شد. امام علی رحمان نخستین سفر دوره 5 ریاست جمهوری خود را از ساختمان نیرگاه راغون سر کرد. وی بنیاد دوچرخه اولیه نیرگاه راغون را مهمترین دستاورد سالهای اخیر ریاستش دانست. برای چی در رای دهی انتخاب پرزیدنت با مردم برابر خود بار دیگر اعتقاد کرده، اخلاص کرده است برای راغون. این اظهارات رئیس جمهور بیشتر زمان وردی زبان‌ها شد که برق تاجیک به اعلان لیمیت انتقال برق را به خانه‌های مردم محدود کرد. پس از شروع بی‌برقی‌ها بسیاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی سوال گذاشتند چرا بی‌برقی طور قبلا رئیس جمهور میگفت افسانه نشد و به واقعیت روز تبدیل یافت. برق راغون کجا شد نیز از پرسش‌های به تکرار کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. آرزوی متروسازی عبدالحلیم غفارزاده، رئیس حزب سوسیالیست و یکی از نامزدهای انتخاباتی رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از اقتباس‌های پربحث سال بود. او در برنامه انتخاباتیش وعده کرد در صورت پیروز شدن در دوشنبه مترو می‌سازد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان این گفته غفارزاده را به مسخره کشیدند. متروسازی غفارزاده باعث ایجاد هزل و کاریکاتورها در شبکه‌های اجتماعی شد.